حلوای زنجبیلی یکی از حلواهای خوشمزه و اصیل ایرانیه که هم خوردنش لذت بخشه هم درست کردنش. این حلوای خوشمزه مختص ما تبریزیاست. بریم که درستش کنیم. 2 لیوان آرد داریم که حتما باید همین مرحله اول الک کنیم، چون باعث سبکتر شدن آرد میشه. آردی که برای حلوای زنجبیلی استفاده میکنیم باید آرد سبک شیرینی پزی باشه. حرارت رو کم میکنیم و آرد رو در مدت زمان 40 الی 50 دقیقه آروم آروم تفت میدیم، چون برای حلوای زنجبیلی باید آرد تغییر رنگ نده. راستی ممنون میشم که کانال من رو ساب داشته باشید و از من حمایت کنید. خب الان بعد از گذشت حدود 40 دقیقه آردمون تفت خورده بدون اینکه تغییر رنگ بده. دوباره آرد رو الک میکنم. در این مرحله روغن جامد و کره رو اضافه میکنم و خوب مخلوطش میکنم تا کره و روغن به خورد آرد بره. زنجبیل و هل رو هم الک میکنم و بعد حرارت رو خاموش میکنم و اجازه میدم که مواد کمی از حرارت بیفته، چون اگه پودر قند زمانی که موادمون داغه اضافه بشه، گرما باعث میشه که پودر قند ذوب بشه و بعد از اینکه حلوا سرد بشه، حلوایی که میخوریم اون پودر قندهایی که یه بار ذوب شدن و دوباره بستن حالت زبر و دوندون پیدا میکنن. خب پودر قند رو اضافه میکنم و با دست ورز میدم. ورز دادن خیلی زیادی لازم نداره، مواد باید منسجم بشن. به این شکل که بشه کافیه. قبل از اینکه حلوامون سرد بشه باید قالب گیری کنیم. من قالب سیلیکونی انتخاب کردم تا حلوا به راحتی از قالب جدا بشه. با دست مقداری از حلوا رو برمیدارم و داخل قالب میذارم و خوب فشرده میکنم. بعد به مدت 2 ساعت توی یخچال میذارم تا حلوا خودش رو بگیره. خب حلوامون خودش رو گرفته و به راحتی از قالب جدا میشه. امیدوارم که دوست داشته باشید و درستش کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید.